نجات پیدا نمیتونم. نجات پیدا نمیتونم. از دست این پس نجات پیدا نمیتونم. کوشش میکنم تو را دوست داشته باشم. راست میگی؟ تو قصد داری چی کنی لعنتی؟ راست میگم اما کمی وقت. این ویدیو را میخوایی که یک بار علی هم ببینه؟ خدا لعنتت کنه. ما با کمی وقت ضرورت داریم ملکا. شاید با گذشت زمان مطوره. خدا لعنتت کنه. منتظر خبر خوش هستیم کاکا. انشالله استاد علی جگرخون نباش. خدا داد به خواست خداوند جور میشه. انشالله. ما به خاطر خدا داد کل شو دعا میکنیم مولا علی. خداوند کمتان نکنه. خداوند از شما راضی باشه. از کل ما. شب بخیر. شب بخیر. خداحافظ. بخیر برین. شفاخانه برم، باید یک بار خانه برم. البته او روز علی جان زیاد ترسیده بود. بیچاره پدرش میخوایم. به او خاطر میری؟ کاش که دواد فقط علی جان میترسید. میکنم. خوب است. در صورت ما پیش دویگو میرم. یک بار او رو ببینم. بعداً به شفاخانه میرم. سعیس. خداحافظ. خداحافظت. چی پس از من چی میخوایی آدم پس؟ چی این محبته که در بین ماست هیچ وقت نمیخوایم که خلاص شود سفدا. گفتم چی میخوایی؟ اما اگه تو میخوایی که بار بار ایره بشنوی، با خاطر تو ایره گفته میرم که من تو را میخوایم. خدا لعنتت کنه. این خواستت هیچ وقت پوره نخواهد شد. در او صورت شرط ها را یک دفعه دگام برات میگم سفدا. اگه تو پیش من نیایی، علی او ویدیو را میبینه. وقت هیچ گپی هم نمیشه نه؟ کمی قار میشه. اما سینان چطور؟ هوش کنی به بدنم کدام ضرر نرسانی. هوش کنی. چطور میتونم با او ضرر برسونم؟ زندگی شرم است به خدا سفدا. تو مرا هیچ نشناختی. سینان مثل بیادرم است. من فقط میتونم به خاطر او کمی به تشویش شوم. مثلا حال دخانه آقا کورت است اما تو نیست و کتی و دوست دختر شام. اما چند دقیقه بعد از خانه میبراید اما تو نیست سفدا. خدا نگاهش کنه. اگر در آبرش کدام اتفاق بفته چی؟ یا او مرمی که در محفل سنتی در جان خدا داد خورد، اگر در جان سینان میخورد باز وقت چی میکنی ها؟ لعنتی تو از من چی میخوایی؟ چرا این کارم میکنی؟ عشق ما این کارم میکنم سفدا. به خاطر خوشبختی دائمی تو این کار میکنم. تو حتما پیش من میایی سفدا جان. به خاطر هر دوی ما کل چیز تنظیم کردیم. سبا آدرسه که برات روان کردیم حتما میایی. و حادثه درباره گپای ناق هیچ چیزی به علی نمیگی. وقتی که زنگ قطع کردم این شماره را حتما پاک میکنی. من هیچ جایی نمیرم لعنتی. حتما میایی سفدا. اگر نه پیش از کشتن علی هروغلو از سینان شروع کرده، باز کسایی را که دوست داری کلشان دانه دانه از بین میبرم. تو نمیخوایی سر دوستایت کدام بلایی بیاید نه؟ درباره این گپا به هیچ کسی نمیگی سفدا. و تو پیش من میایی سفدا جان.
خانم عزیزه، تو را از راه دور میبوسم. منتظر خبر خوش ما باش. خدا لعنتت کنه. خدا لعنتت کنه. خدایا خودت کمکم. ما دیگه رفتم تو هم کم خوک و نفسم. بازم با اون منطقه میری؟ اگه قاتل هنوز اونجا باشه چی؟ اگه دوباره کار کنه و تو را چیزی شود؟ تو یک چیز نمیشه زینبه. با نظرت باز جرأت کار داره؟ از کجا میفهمی سینان؟ نه تا او آدم دستگیر نشده و بندی نشده ما آرام بوده نمیتونم سینان. آی کجا میری؟ پیش پدرم میرم پرسان میکنم درباره او قاتل کدام سرنخ هست یا نه. کدام چیز پیدا کردن جان؟ متاسفانه آقا هیچ چیز پیدا کردن نتونستم. یعنی چی که پیدا نتونستین؟ چطور امکان داره؟ در زیر زمین خونه رفته؟ کسی که کار کرده اویگار نباشه جان. اما آقا او خوب مرده. اما جسدو را پیدا نتونستیم. فراموش نکو جان، از مردن کسی که جسدش پیدا نتونستیم اصلا مطمئن بوده نمیتونیم. اگه واقعا نمرده باشه، اگه او باشه، در او صورت آرام نمیشینه جان. تا وقتی که من از بین نبره و تا وقتی که کل حقیقت آشکار نسازه آرام نمیشینه. علی اون وقت خبر شو آرام نمیشینه. از کل گذشته من خبر میشه. درباره رابطه ما با نیکو خبر میشه. اگه از گذشته زینب خبر شو باز چی میشه؟ با تو چند دفعه گفتم جان درباره زینب فقط ما و تو میفهمیم. فهمیدی یا نه؟ با خاطر که از این راز هیچ کس خبر نشه هر کار میکنیم. دخترم باید باور داشته باشه که ما او را از یتیم خانه به فرزندی گرفتیم. این راز امرای هر دوی ما یک جای و زیر خاک خواهد رفت. اولادای تا یک جای نگاه کردن نتونستم. زینب خوش آمدی قند پدر. زینب چی شده ملکم؟ حالا دیگه که بریم بخیر. حالا براین. ها دویگو آی دخترم تو هم همراه ما می آمدی. حالا این قصه لیف دیگه از کجا شد؟ پدر دختر زنگ زد گفت وضعیتم خوب نیست ضرورت دارم برات. باز ما چی میگفتم پدرم اجازه نمیده. ها چی میگفتش دیگه علی خان جان؟ یعنی اینا دختر هستن در بین خود گپای خصوصی دارن. تو هم سری دختر قسق گیری نکن. صحیح ببین فقط زیاد وقت نکنید. در ساعتی که بعد دادی در خانه می باشید. درست است؟ درست است. درست است. حالا بخیر برید. حالا جانم سلام بگوی جان. خداحافظ بخیر برید. کاکا علی خان خاله میران بچه احمد های چقدر متعجب شدم. های چقدر بخش تو را ندیده بودم. چطور هستی بچیم؟ خوب هستم زنده باشین. شما را که دیدم بهتر شدم. شما چطور هستین؟ الحمدلله قسمه که میبینی کاملا خوب هستیم. دویگو چی گپاس چطور هستی؟ اینا باز دیدیم. خیرتی زنده باشی. طرفا شما چی گفت؟ خیرتی ما قابل شدیم بعد از قسالا. یعنی دکتر شدی ها؟ آفرین به تو. زیاد وقت شده بود که احمد ندیده بودیم. نمیرال توبه. او روز مثل دیروز به یادم است که دویگو به ما معرفیش کرده بود. هیجانش به یادم است. چقدر زود گذشت. سالا چقدر زود میگذره.
والله سالا زود میگذره اما شما هیچ تغییر نکردین ماشاءالله. حالا میرالا که میبینم حالام جوانات زیاد مقبول است. شما ماما تو حالا ماما قسم هستین ماشاءالله. آیا زیاد روی میکنی؟ البته که پیر شدیم جانم، پیرتر میشیم اما زنده باشی. میفهمی بچم چند روز پیش در یادم آمدی، با خود میگفتم این بچه کجاست چی میکنه، دمو فکر بودم نگو که نصیب ما بود که امشب کدید مقابل شویم. او روزا رو یاد داری نه؟ دویگو چقدر خوش بود. یادت است که ما هیچ به تشویشش نمی بودیم ها؟ راستی احمد تو در اینجا چی میکنی؟ دوست مادرم خاله ایمان اوام در اینجا زندگی میکنه. دمی کوچه میرفتم کوره پیچکاری کنم، باز شما را دیدم. او زن کم پیر است، رفتن نمیتونه. وقت از شفا خانه که برایم باز پیش او میرم. فهمیدم، شفا باشه. کار خوبی میکنی بچم، آفرین. ثواب میبری. من دیگه میرم، اونا منتظرم هستن، نباید زیادتر از این منتظر بانن. سعید جانم حالا برو دیگه. احمد بیشتر از این مزاحم تو هم نمیشیم، خاله ایمانم زیاد منتظر نمون. بله البته منتظر نمونن. ما شما را که دیدم زیاد خوش شدم، اما ایت خوب نشد. ما یک روز به دواخانه تان میایم، در اونجا با هم بیشتر گپ میزنیم. صحیح؟ البته حتما بیایی. چرا در دواخانه؟ خانه بیا بخیر، خانه ما بیا. البته خاله میرال، البته میایم، زنده باشین. در صورت شبتان بخیر. شب بخیر. بخیر بری بچه. بخیر بری. ما میرم. الا دیگه خداحافظتان. درست است. ببین فقط موبایلت روشن باشه، وقت زنگ میزنم خاموش نباشه. سعید پدر تشویش نکنین، باز میبینیم. بخیر بری دیگه. آی علیحان، این بچه دکتر چی باشه تو میفهمی؟ نمیفهمم، دیگه دفعه ازش پرسان میکنیم. ببین باز جواب نمیده. ودت لوده. از دست بخیلی کاملا دیوانه شدی. اما با استاد علی یک رقم نه یک رقم عادت خواد کردی بچه. عادت میکنی. او بیادر تو هم خواد شد. بخیلی هم از خود حد داره دیگه. مشکل تو خود نیست. اما هر چی که میگی بگو. صلاحی را که به خاطر دویگو اله کردیم دیگه هیچ وقت در دستم نمیگیرم. ایره باید بفهمی. در دستم نمیگیرم. پیلوت؟ چشما بیم؟ ولم از زیاد ترسیدم. گفتم شاید نیایی، اما آمدی، خوب کردی که آمدی. به خانواده چی گفتی؟ گفتم میرم یک دوستم میبینم. این خوب بسیار آسان بود. آسان بود. دایی دیگه چی گپ است؟ در این زمان دوست هم هستیم. و این گپایت از جمله دروغ حساب نمیشه. چطور حساب نمیشه؟ دروغ گفتم خواهر خانده من میبینم. گفتم نامش لیف از مرا خواسته، یک دفعه رفته او رو میبینم. بشنو چی میگم. تو در دروغ گفتن خوب صحیح ماهر شدی نه؟ اوف پیلوتا، بیاز دروغ گفتن به خانوادیم بسیار زیاد جگر خونم میکنه. چشما بیمه. اینا فقط دروغای مصلحتی است که به خاطر عشق پاک ما باید گفته شود. مصلحتی است یا نه؟ خلاصه دروغ است. اما به خاطر دیدن چرا باید دروغ بگوییم؟ چرا کلگی علیه عشق ماستن؟ یک دقیقه منظورت از هر کس بجز پدرت دیگه کی علیهش است؟ ودت؟ تو پشت ودت گرفتی دویگو. یه تو یک چیز نیست. مگه پایت شنیدم. به خاطر ما بیادریتان خراب شده. نه دیگه اشتباه شنیدی. علی جان، عزلم ما بچه ما گرفتم میرم علی. با بار دوم به خاطر حفاظت از او مجبور استم از پیشت برم، اما هرگز سرما قار نشی. خودت همه قسم خواستی. علی دروازه واس بود، باز آمدم.
کدام چیزی شده؟ از سینان شروع کرده باز کل کسایی را که تو دوست داری دانه دانه از بین میبرمشان. علی جان کجاست علی؟ بزلم علی جان برده. خب کجا بردیش تو میفهمی؟ فکر میکنن ده اینجا ده خطر هستن سفدا. میخوای از او حفاظت کنه. کوشش میکنه عین چیزا را دوباره سر ما تجربه کنه. کوشش میکنه بچه ما از ما جدا بسازه سفدا. علی واقعا زیاد جگرخون شده، اما شایدم همین کار درست باشه. نمیفهمم بی از او بودنشانم در اینجا اقدر، یعنی گوش کن علی جان از تو کار نمیتونه چون تو پدر علی جان هستی. من نمیخوایم در بین تو و داد بیایم پیلوت. ما هم نمیخوایم در بین دختر و پدر بیایم، اما متاسفانه بعضی کارا قسمی است که ما نمیتونیم کاری کنیم. هر دوش عین چیز نیست. درست است، عین چیز نیست. حداقل پدرت دلایل منطقی داره، او میخواد از دخترش حفاظت کنه، اما دلیل ودت چی است؟ فقط نیاز نیست تو کدام کاری کنی دویگو. به مرور زمان عادت میکنه. اگر نخوای عادت کنه اوش دیگه مربوط ما نمیشه. اما بعد از استاد علی او تنها بیادر تو است. با وجودی که میفهمه از تو منصرف نمیشم، اما بازم همه قسم رفتار میکنه. یعنی که هرچی دیده از چشم خود دیده دویگو. در ضمن مشکل او تنهایی نیست، با علی بیادر من بخیلی میکنه. برات گفتم دیگه. تو در قصه گپا نباش، من زبان او را میفهمم. تشویش نکو صدقیت شام. سیس الا دیگه نا وقت شده آستا بریم. پیلوت من دیگه میرم، پدرم ما را نبینه. درست است. این چشمای آبی مقبوله که امشب دیدم تا صبح به من کفایت میکنه. خداحافظ. حساب پرداخته میشه، اما او حساب فقط در بین خود ما میباشه. فقط در بین خود ما. در بین خود ما سستا داری. فقط در بین خود ما. ودت دوی گستم میشه هم دیگره ببینیم؟ میخوایم که تت گپ بزنم از او خاطر. چرا این قسم میشه؟ چرا امو وقتی که میگیم کل چیز خوب شده دنیا سر ما چپه میشه؟ کل چیز خوب میشه. صبر داشته باش. درای مکافات بزرگترین امتحان است. کم صبر داشته باش. تو به خاطر چی آمده بودی؟ هیچ، فقط به تشویش شده بودم. مطمئن هستی؟ هیچ خوب معلوم نمیشی؟ نه مطمئن هستم.
لطفاً زیاد متوجه خودت باش، درست است؟ اگر تو را چیده شوم از زنده بودن نمیتونم. تشویش نکن، جیگر خون نباش. من متوجه همه چیز می باشم. حالا بریم دیگه. اول ایره پیدا میکنم که علی جانه کجا برده. بعدا با دیدن خدا داد شفاخانه میرم. بریم. من از شفاخانه باز برات زنگ میزنم. درست است؟ سیس علی میای سفدا اگر نه پیش از کشتن علی از سینان شروع کرده باز کل کسایی را که دوست داری دانه دانه از بین میبرمشان. دوستت دارم، به نهایت دوستت دارم. این را هیچ وقت فراموش نکنی، درست است؟ مام زیاد دوستت دارم سفدا. تو هم هیچ وقتی را فراموش نکنی، درست است؟ حالا برو دیگه. برو اگر این وقت میشه. برو. سیس به هیچ کدامشان ضرر رسانده نمیتونی. من اجازه نمیتونم. غزلم ما برات گفته بودم سینان، گفته بودم که پدرم برام دروغ میگه. اما او کسایی که در یتیمخانه بودن ما دروغ گفتن. او قدر ورقا چی بود که برای ما نشان دادن؟ فقط که نمیفهمی پدرم چقدر قدرت داره. او ورقا که بود نیست سینان، او را جور کردن او مثل او خوردن است. تو استغفر الله. ورقای اصلی و کل چیزایی که پدرم نمیخواه ما بفهمیم کلش در صحیفش قلف است. یعنی رمزش هم میفهمی؟ نه. دو صورت صحیفه چطور باز کنیم؟ رمزش یاد میگیریم. از کجا؟ چه قسم یاد میگیری زینبم؟ ای دختر درباره چی کتم گپ میزنه ها؟ نه که از موضوع علی خبر شده چطور؟ میبینم در جایی که میخوای انتقام بگیری اونجا لب دریاست وداد بیادر جان. بازم تو احمق. مام علاقمنده ای قوار چتال مردارتو نیستم وداد جان. گلو بیادر وقتی از تو خبر نامد گفتم یک دفعه خودم برام و ببینم که چی گپ است. اویگار از اینجا برو. منتظر یکی هستم گپ فهمیدی؟ اوه وداد بیادر ما در غمی هستیم که انتقام پدرت بگیری؟ تو در غم عشق و عاشقی ماندی چطور؟ چی شده؟ نه که تو هم به مثل پیلوت عاشقی را شروع کردی چی بلا؟ عاشق چی لوده؟ عاشق نشدیم. حالا از اینجا برو، میگم کار دارم. نه یعنی امکان داره. بسیار طبیعی است. به عشق زیاد احترام دارم، اما البته کافی است که او عشق یک طرفه نباشه جان بیادر. ببین عشق ما بیچاره خو یک طرفه بود نه؟ از اما خاطر از بین رفت. تو سر علی فایر کو باز کل چیز مثل سابق پس جور میشه. اویگار ما در پشت حساب کتاب خود میگردم.
کاری که با فایده تو باشه هیچ وقت همون را نمیکنم. واقعا تو در پشتش هستی؟ اما علی هنوزم زنده است. به خاطر گرفتن انتقام از علی در مقابلت هیچ مانعی وجود نداره. البته گپ ترسیدن جداست دیگه. تو کی را ترسو میگی لاودا؟ در صورتی که نمیترسی ودت بیادر، چرا نمیری و علی را از بین نمیبری؟ بله مادر؟ بله دخترم، تو کجا هستی ها؟ طرف خانه که می آمدم دوستم دیدم، گفتم لب ساحل بریم هوای تازه بگیریم. هوای تازه چی دخترم؟ امی وقتش است. بیاز و پدرت خو میشناسی، وقتی در پیشش نباشی نق زده میره. چی کنم مادر؟ در خانه مثل زندانی و بندی باشم؟ سیز گفت دراز نکو، تالنت زود بیا سیز. حالا دیگه فهمیدم که از طلا کشیدن در مقابل علی بسیار میترسی و دست پایتان میلرزه. حتی امکان داره که وقتی او را ببینی پیش پایش بفتی. خوخی بسیار ترسو هستی. اویگار نه راستی ای کار نمی کنی به خاطر که پیلوت جگرخون میشه. اما پیلوت که پدرت از سرکا پیداش کرده و بچه گفته و بالاخره کلانش کرد. از گرفتن انتقام پرستید کدام مهمتر است ودت؟ ما تو قسم فکر نمی کدم. تو فکر نمی کدم که از گپ تیر شوی و خون پدرت در زمین بانی ودت. ما تو را درست نشناختم. افسوس به حالت ودت بیادر. صد افسوس به حالت. اویگار نیست؟ به نظرت فشار را اردن سر ودت کنم فایده خواد کرد؟ تا وقتی که انتقام پدرش نگیره او زندگی کده نمیتونه. اگر نه از دنیای خود بیرون میشه. آخر مجبور میشه که علی را از بین ببره. من فقط کوشش میکنم که کم زودتر دست به کار شود. چطور سارپ؟ مام در چشماش دیدم که او علی را حتما از بین میبره. مام تا وقت سیفدار گرفته و به جای دلخواه خود میرم. لاوده ازی که فریب گپای اویگار خوردینی؟ افسوس به حالت ودت. افسوس به حال اولادای با مثلی تو. ودت مرا چرا اینجا خواستی؟ درباره چی گپ میزنی؟ ببین از اینکه پیلوت و علی بیادر هستن اگه در این باره گپ میزنی تو خدا در این موضوع دخیل نساز. نه ما درباره خودت میخوایم گپ بزنم. درباره ما؟ بله. پیلوت گفت در این وقتا ازش دور شدی و امرایش عجیب رویه میکنی. ما خواستم پرسان کنم که این موضوع به من ربط داره یا نه؟ نه با تو هیچ ربطه نداره. در صورت خیلی به کی ربط داره؟ بیبی ودت ما یک نقطه مشترک داریم. هر دوی ما پیلوت دوست داریم. اگه کدام چیزی دیگه از باز نه هیچ چیزم نیست. سیس تو که میگی گوش کو اگه با پیلوت به خاطر ما کدام روی بد میکنی ما فقط هم قدر میخوایم که او دامن باشه. اگه تو هم واقعا او را دوست داری باید کوشش کنی
از این دنیای کثیفی که شما دارین او را دور نگاه کنی. اگر نه من نیت ندارم که در بین شما فاصله ایجاد کنم و این کار نمی کنم. اگر او را به خاطر که میخوای خود از دنیای کثیفی که شما دارین دور نگاه کنم و قصر ندانی زیاد خوش میشم. خواستم امیگه پاره برات بگویم. شب بخیر. خبر داشتی که اویگار زنده است. چرا ایر از کلگی پت کدی؟ که تو او چی پلان داری ودت؟ ما ای گپه با پیلوت چطور بگویم؟ ازگی؟ ازگی؟ خوابم برده بود. تو هم دیگه خسته شدی. حالا برو خانه کم استراحت کن. من اینجا هستم. ملاسب خدا داد چطور است؟ نمیفهمم یاشار. مامم یاله اینجا آمدم. ملاسب بعد از اینکه از دکتر معلومات گرفتین شما میتونین برین. ما با جای خانم ازگی اینجا می باشم دلتان جمع. امروز با یک لحظه فکر کردم چشماش باز میکنه اما نکرد. واز میکنه ازگی. چشمای خدا واز میکنه و با خنده گرمش طرف ما خنده خواد کرد. حالا تو دیگه خانه برو استراحت کن. ملا صاحب تو از مردن میترسی؟ کلگی دی دنیا میفهمن که دنیا فانی است. از مرگ نمیترسن. نباید هم بترسن. نظر به گپای شما از مردن نمیترسی. بیبی قسمی که دنیا فانی است. نفس انسان هم فانی است. خدا داد. از او خاطر هر قدر که انسان بگوی از مرگ نمیترسم بازم به خاطر جدا شدن از کسایی که دوستشون داره، به خاطر که دیگه نمیتونه اونا رو ببینه بازم میترسه. من فهمیدم ملا صاحب. تو به خاطر که نمیخوای از سیفداد جدا شوی از مردن کمی میترسی. خداوند عمر مرام به شما بده و شما زود نمارین. این دیگه چه قسم گپ از خدا داد؟ من هیچ کسی کوی ندارم ملا صاحب. کسی دوستم هم نداره. به خاطر ترسیدن از مردن دلیلم ندارم. اما شما خود دارین. خدا داد. تو را کسی دوست نداره؟ در این منطقه کسی نیست که تو را دوست نداشته باشه. از کلگی کدم من. معلوم میشه تو زیاد حوض داری که از این دنیا بری. در فکر ایام نیستی که من چقدر جگر خون خود شدم. بیاده بغلم. خداوند از عمر ما کم کرده به تو بته خدا داد. انشالله خوب میشه بیادر.
خانم عزیزم، به آدرسی که روان کردی منتظرت می باشم. خدا کنه به گپم گوش کرده باشی و به هیچ کسم چیزی نگفته باشی. میایم مالکار، میایم. سیفدا؟ کجا میری؟ راستش ما به تشویش هستم. یک بار تا شفاخانه رفتم، میخوایم خدا داده ببینم مادر. یک دو لقمه نان بخو باز برو جان مادر. نه هیچ دلم نمیشه مادر. باز میبینیم. از اینکه اویگار کتودت دیدم چه قسم بگویم. پیلوت قار میشه. دو بیادرات در جان هم میفتن. اما مجبور استی بگویی دویگو ایره از پیلوت پت کردن نمیتونی. مجبور استی بگویی. خدایا من چی کنم؟ چطور آرام باشم؟ کل چیز خلاص میشه. با دستای ما کشته خود شدی آدم پست. هم به خاطر خود ما، هم به خاطر خانواده مجبور است می کار کنم. علی از این که نتانستم برات بگویم مرا ببخش، اما گفتم مجبور استم. خب دیگه کدام چاره هم ندارم. اگر قاتلم شوم این کارم میکنم. به خاطر نجات از دست او پس دیگه کدام چاره ای نیست. علی مرا فقط ببخش. توی کارم میتونی سفته. امروز با ما یک شروع نو زندگی نو می باشه سارپ. کل آمادگی ها گرفته شده نه؟ خوبش خانم عزیزه، حالا بیا دیگه. زینب ما گفته حقیقتش در بین او سیف است. حقیقت باید بفهمم. تو نگهبانی بده. بچشم. در جایی که سیف دیده شوه کمره رموجه میمونم.
وقت پدرم سیف آواز کنه او وقت ما رمزه میفهمیم. پدرم متوجه چیزایی میشه که از بیرون بیایه، اما متوجه چیزایی که در داخل است نمیشه.